میگی افغانستان مال ما، افغانستان مال ما. میگه همین تاجیک چی خبره برادر؟ چی خبره؟ واقعا من به شما متاسفم. چرا متاسف باشی؟ برای اینکه شما کله پوکا تا به حال به فکر قوم پرستی و نجات پرستی و این گپایین. ما خوب کاری میکنیم، قوم پرستی میکنیم. به تو چی؟ مردم به کجا رسیدن و ما سیکو به کجا. واقعا من متاسفم به شما. بسیار خوش آمدید. مسابقه استاد امور قوم خود شما به جریان تنها کسیه که با علم، اخلاق و سخنهای ارزشمند خود دل هزاران پیر و جوان به دست آورده. اظهار حقیقت همیشه تنها از منبر یا از طریق دعوتگرا و اماما یا علما نیست. گاه وقتی شما اظهار حقیقت به بیان حقیقت در شعر یک شاعر پیدا میکنید، گاه وقتی بیان حقایق را در تمثیل یک ممثل پیدا میکنید، گاه وقتی را در یک طنز پیدا میکنید. خیلی از مواردی است که شاید خیلی ها جرأت گفتن او را ندارن، ولیکن شما به تیم شما او را از طریق یک طنز برای مردم بیان میکنید و تفهیم میکنید. این کار شما قابل قدر است. استاد جان، یک سوال از شما. همین که یک عده به من میگن که این کار نکن، همین کار طنز و این چیزا بگذار کنار، خنداندن دیگران گناهه، همین میشه به طور مفصل به ما بیان بکنه؟ ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیات خودی پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه اجمعین صحابه‌ای داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم را میخواندند. این کار شما قابل قدر است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب الاعمال الی الله سرور تدخل علی قلب مسلم. یکی از محبوب ترین اعمال نزد خداوند دل را شاد کردن است، یعنی یک خوشحالی را بر یک لب داغ دیده آوردن است که شما سبب میشوین که هزاران نفر بخنده، خوشحال باشه. اونم کارتان مشروع است. هیچ جهت کار شما چیزی غیر مشروع در او دیده نمیشه. و تعجب میکنم گاه وقتی بعضی از جوانان ما گلایه میکنن که بعضی از علمای ما یا دعوتگران ما در بعضی جا به ما گیر میدن که چرا شما این کارا رو میکنید، یا چنین یا چنان. به عنوان مثال بعضی میگویند که این کار شما حرام است چون تصویر است. و اگر شما برای این مبنا مقایسه بکنید، امروز در کجا تصویر نیست؟ رسانه همه تصویر است و اراکین حکومتی و دولتی ما از پایین‌ترین فرد تا بالاترینش و اکثریت اینها در بعضی از مسابقه ها، میزای گرد، در بعضی برنامه‌های پاسخگویی اشتراک میکنن. خب این هم تصویر است. این چی باید توجیه بکنید؟ است که شما لبخند میزنید در برابر دیگران، یکی است که دیگران را شما به لبخند میآورید. اینا هر دویش قابل قدر است. یعنی هر دویش صدقه محسوب میشه برای انسان. چی شما بر رخ دیگران به جبین باز به لبخند مقابله کنید یا به اصطلاح روبرو شوید، و چی شما کاری را انجام بدهید که سبب بشوید لبخندی بر لبان دیگران بیاید. هیچ موفقیتی بدون سختی، بدون رنج، گنج میسر نمی شود. کسی اگه میخواد به گنجی برسه، به موفقیتی برسه، باید تحمل بکنه، این مسیر رو طی بکنه. بخیر باشین. خیلی خوش شدم از دیدن شما. خیلی خوش آمدین بی اساتید عزیزمون که اینجا امروز تشریف آوردن. الله حفظتون کنه. ببینید چقدر دین زیبایی داریم. ما در این مجلس ما یک ترکیبی متفاوت است. یکی از بادغیس و یکی از فرا و یکی از غور و یکی از کابل و یکی از پنشیر و یکی از پروان. ولی ما رو چی اینجا گرد هم آورده؟ همون اسلام به اعتقاد و باور ما و برادری و اخوت ما. نباید هیچ چیزی سبب بشه که ما از هم جدا بشیم. هر مذهب و هر فکر و هر باوری که سبب بشه مردم متفرق بشن، از هم دیگر دور بشن، اون نزد خداوند مردود است. به خیر سلامت باشید. خب دوستان عزیز، من باور کنید بالای 5-6 سال میشه که آرزوی دیدار جناب استاد داشتم که خوشبختانه امروز زمینه مساعد شد و موفق شدم استاد عزیز از نزدیک ملاقات کنم. خیلی خوشحالم از دیدن شما. خیر باشید. الله حفظتون کنه. خیر. بسیار خوش آمدید.